سلام، احوال شما سلامت باشین. شما هم به لطفی که دارین من واقعا باید تشکر بکنم. اینقدر مهربان، صمیمی، محبت دارید، مخلص شما هستید و واقعا شما محبوب بینندگان هستین. محبت دارید، از شما یاد گرفتم. سلام خدمت همه بینندگان عزیزم، انشالله که موفق باشین. ببخشید من باز همش ترسم اینجاست که شاید بحثم سنگین بشه. سعی دارم میکنم با صمیمانه صحبت کردن. انشالله خدا به من لطف بکنه و بتونم این مباحث رو برای شما خوب تصویرسازی بکنم. همش سبک بوده. الحمدلله. با مثالایی که میزنین، بحث‌های تاریخی، داستان‌های تاریخی، داستان‌های پیامبران، اینها خیلی دلنشین و از روش خود قرآن دارین استفاده میکنین که قصص و اینها هم هست. معجزه، خود لغت معجزه که گفتیم که مهمترین ابزار و سلاح انبیاست برای رسوا کردن اون حاکمان طاغوت، اون زورگویان عالم، اون خونخواران عالم، و برای نجات مردم از اون تبلیغاتی که توش گرفتار شدن که وای اینا چی هستن. میدونی الان میخوام یه صحنه نمونه خرواره بهتون نشون بدم. ببین خود فرعون افرادی رو آورد. داشتم کلمه معجزه رو اول میگفتم. کلمه معجزه از ماده عجزه، یعنی عاجز کننده باطل، برای اینکه بفهمه که تو هیچی نیستی. خب و مردم متوجه بشن که ما این خبرایی هم که فکر میکردیم نیستا، بریم سراغ اون کسانی که دارن از حقیقت عالم میگن. و دیگه ترس مردم فرو میریزه. ببین فرعون یه عده‌ای رو استخدام کرده بود که به فکرشون رسید که جیوه رو بریزن روی نمیدونم طناب و باعث بشن مردم تصور بکنن، سحر و اعین الناس، مردم چشم. بله خدا توی قرآن میگه خیالی کردن که این طنابا داره حرکت میکنه، واقعا حرکت نمیکنه. بعد اینا وقتی این صحنه رو دیدن، اولی که میخواستن برن به میدان یه نگاه کردن به فرعون، گفتن فرعون چقدر به ما پول میدی؟ فرعون گفت پول میدم؟ شما برای من جایگاهتون اینقدر عظیمه، شما میشین وزیر خود من اگر بر این فرعون، بر این حضرت موسی پیروز بشید. ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین. فرعون گفت نعم و انکم اذا لمن المقربین. بعد اومدن وارد میدان شدن. خلاصه وقتی حضرت موسی این معجزه رو نشون داد که جبهه باطل رسوا شد، اینا یه دفعه‌ای سجده کردن. ببین عین عبارته. قالوا آمنا برب العالمین رب موسی و هارون. قال آمنتم له. ایمان آوردین بدون که شما اجازه بدم؟ شما یار من بودین، صاف رفتین تو جبهه حق، رفتین تو جبهه حضرت موسی قبل ان آذن لکم. بعد شروع کرد تهدید کردن. لأقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف و لأصلبنکم اجمعین، یعنی همتون رو، و لأصلبنکم اجمعین، یعنی همتون رو من آویزون میکنم. اینا چی جواب دادن؟ ببین وقتی که حق کاملا آشکار بشه و عجز جبهه باطل روشن بشه، حتی اون افرادی که به ظاهر نفرات اول جبهه طاغوتن خودشون میان به سمت حق. تو زیاد از اون یه کاری انجام بدی، تو مهم اینه که دماغ طاغوت رو بشکنی، بزنی تو وسط شهرکای صهیونیستی، تموم میشه. حق طلبان عالم همه میاند. اینا جزء بنی اسرائیل بودن، اینا جزء طرفداران فرعون بودن، خودشون اومدن. حالا اون رئیس، اون حاکم بزرگ که فرعون باشه داره تهدید داره میکنه، میگه همتون رو میکشم. بکش دیگه، بالاتر از مرگ چیزی نیست. لا ضیره انا الی ربنا منقلبون. هیچ راه دیگه ای ما نداریم. ما میدونیم تو باطلی، این حقه، ما به سمت حق میریم. تو میخوای بکشی، دست پا اون رو قطع بکنی، بیا قطع بکن. باید چیکار بکنی؟ آقا بیشتر از این نیستش که 50% غزه رو با خاک یکسان بکنید، اشکال نداره، ببین بکنید. ولی ما تو سر حقمون هستیم، ما نمیترسیم. شما بگین آقا غزه با خاک یکسان میشه، ما نمیترسیم. شما بگین آقا شما اگر در برابر طاغوت بایستین همتون رو میکشید، بکشید، ملت ما بیدار میشود. یعنی مردن مساوی با عجز نیست. دقیقاً. نه، اینجا معیارها متفاوته. ممکنه تو زنده باشی ولی عاجز باشی، ولی مرده باشی اما و پیروز باشی. همون آیه قرآن ولا تحسبن الذین.
آقای جمله‌ای دارن میگن حاکمان طاغوت هر بار میخوان یه فکر حقی رو سرکوب بکنن دارن کمک میکنن به پرورش اون حق، دارن رشد میدن. مردم عالم شما دیدین دیگه، تو اسپانیا داشتن دختران رو طبل میزدن میگفتن ما همراه بچه‌های و کودکان فلسطین هستیم، بکشید ما رو. خیلی از کشورها خود انگلیس کنار کاخ سفید دیدم نمادهایی رو درست کردن، بچه‌هایی که کفن پوش شده بودن اینا خوابیده بودن تو اون نمادها. و عزیزان آمریکایی، من میگم عزیزان عمدن میگم، اون حق طلبان آمریکایی ما دوست داریم، اینایی که واقعا حق رو فهمیدن و عاشقانه میخوان بیان تو جبهه مقاومت. آغوش جبهه مقاومت برای همه جوانان حق طلب عالم بازه. گل انداختن روی این عزیزان و دارن اشک میریزن، برای نماد کودکان غزه دارن اشک میریزن. این یعنی اینکه بکشید ما رو، عالم بیدار میشود. پیروز شده، واقعا طوفان الاقصی پیروز شد. الحمدلله. قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان كنا اول المؤمنین. ما میخوایم جزو اولین یاری کنندگان موسی باشیم. امروز واقعا این بیداری تو عالم هستش. بعد بلافاصله خدا به حضرت موسی میگه و اوحینا الی موسی ان اسر بعبادی. همینا شدن بندگان من، همینایی که تو جبهه طاغوت بودن الان شدن بندگان خاص من. و جالب براتون بگم، حالا اونایی که منتظر امام زمان هستید، توی کتاب کافی شریف هست کانت عصا موسی لآدم، برای همه انبیا بوده تا میرسه به مهدی ما، و مهدی ما با همان عصای موسوی همه جبهه استکبار رو نابود خواهد کرد. این توی روایت اومده که بله یفتح لها شعبتان. حالا ادامه داره روایت ازش میگذرم. آقا زمان حضرت عیسی، حالا دیگه با همین تحلیلی که کردیم، جبهه طاغوت با یه ابزاری داره قلب‌های مردم رو اسیر میکنه، میخواد بگه قدرت من هستم، شما هیچ قدرتی ندارید. الان ابزار زمان حضرت عیسی جریان درمانگری است. اونها با داروهای ترکیبی و کارهای مختلف، حالا از گیاهانی که خدا باز اثر درمانی رو تو این گیاهان قرار داده، اینا دارن اینا رو هم ترکیب میکنن، علمش رو به دست آوردن، دارن بیماریهای صعب العلاج رو درمان میکنن. مردم توجه پیدا کردن به همون طاغوت‌های زمان حضرت عیسی. فلما احس عیسی منهم الکفر، وقتی حضرت عیسی احساس تهاجم فرهنگی کرد، قال من انصاری الی الله، یعنی پس یه دشمنانی بودن، اینها اومدن همون آموزه های توحیدی حضرت عیسی رو میخوان نابودش بکنن. خب چجوری مردم رو اسیر میکنن؟ با جریان درمانگری. حالا حضرت عیسی چیکار میکنن که توجه مردم جلب بشه، جبهه طاغوت به عجز بیاد، اعتراف بکنه به دروغ خودش؟ آقا شما بیماری مرگ رو میتونی درمان بکنی؟ اینا میگن نه، احیی الموتی باذن ربی، من درمانش میکنم، مرده رو زنده میکنم، من نه خدا، من فرستاده خدا هستم. یه دفعه رویی که به این تمدن باطل کاملا شیفته شده بود برمیگرده به سمت تمدن عیسوی حق، میشه جزء حواری حضرت عیسی. یعنی اینجوری نبود که پیامبران هر جایی و هر لحظه‌ای دلشون خواست یه معجزه‌ای بکنن همینطوری، نه، یه جایی بوده، یه بزنگاهی بوده که اونجا باید از این روش استفاده می‌کردن برای مبارزه، برای رسوا کردن، برای غلبه به طواغ. نظامی گنجوی خدا رحمتش بکنه میگه میباش طبیب عیسوی هوش، اما نه طبیب آدمی کش. میگه تو هم طبابت رو از حضرت عیسی یاد بگیر. او به بهانه طبابت مردم رو توجه داد به خدا، تو هم مردم رو توجه بده به خدا. تا اون دکتری، قربان دست دکترای متخصص عزیزم رو میبوسم، وقتی میاد قدرت خدا رو تو یه عمل جراحی نشون میده، حالا باید یه کاری بکنی که اون کسی که سالم شده بهش بگه که و اذا مرضت فهو یشفین، کار من نبود، خدا بود. اصلا از من نمیخواد تشکر بکنی، به جای تشکر از من نمازت اول وقت بخون. یه جلسه دعای ندبه همینجا الان شاید اون پزشکی که داره صدای منو میشنوه، جلسه دعای ندبه صبح جمعه ما با خانواده خیلی یه نظری داریم صبح جمعه برای امام زمان، تو خونمون دعای ندبه میگیریم. خیلی خوب. بعد یه پزشکی اومد این هفته شرکت کرد، 10 دقیقه هم بیشتر نتونه شرکت بکنه، بیمارستان قول داده بود باید 8 صبح میرفت تو بیمارستان، باید حاضر بود. بعد دم در رفتم بهش گفتم او کم شد یه صبحونه‌ای. گفت اومدن فقط از این نورانیت اینجا استفاده کنم. باریکلا.
بعد گفت این کلمات، من دارم به عشق امام زمان میرم توی بیمارستان، دارم به عشق و اون مریضم رو بهش میگم تو هم عاشق امام زمان بشو. آی قربون این دکترای خوب، آی قربون این خلاصه عیسوی هوش‌ها. خب پیغمبر اکرم چجوری با طاغوت زمانش مبارزه کرد؟ با همین معجزه. اجازه بدین اینجا رو نگه داریم. رسیدیم از معجزات حضرت موسی و از عیسی رو گفتیم علیه السلام فرمودین، رسیدیم به عصر پیامبر. اجازه بدین یه فاصله از دوستانمون بگیریم و برگردیم و بعد بپردازیم به عصر پیامبر و معجزات پیامبر. بسم الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آیه 25 سوره مبارکه حدید رو دوستان پخش کرده. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات. ما همه انبیا رو فرستادیم. و انزلنا معهم الکتاب و المیزان. همه انبیا کتاب قانون زیبا زندگی کردن همراهشون بود. میزان یعنی اون ابزاری که مردم به واسطه اون ابزار خودشون تطبیق بدن، همون قوانین درست زندگی کردن. لیقوم الناس بالقسط. برای چی؟ ببین لیقوم الناس نیستا، انبیا نیومدن مردم را کاری بکنن که آنها مثلا تحت یک حکومتی باشن و انبیا مردم را به یک حاکمیتی وادار بکنن. نه لیقوم الناس بالقسط، خود مردم بپاخیزند. انبیا فقط زمینه رو فراهم میکنن. یک کشاورز میاد اسباب نور رو فراهم میکنه، آبیاری میکنه که اون بذر زیبا شکوفا شود، درست شکوفا شود. انبیا بذر وجود انسان رو شکوفا کردن. فطرت همه انسان ها آزادی میخواد. اصلا بنای خدا به اجبار نبوده. دقیقاً. همه انسان ها دوست دارن اون حقیقت مطلق رو پرستش بکنن، زیر بار انسان های مثل خودشون نباشن، کوری عصاکش کور دیگر نشود. انسان ها آرزو دارن آزاد باشن. خب انبیا اومدن این اسباب آزادی رو فراهم کردن. لیقوم الناس بالقسط، تا خود مردم حرکت بکنن به سمت قیام به عدالت و قسط. و انزلنا الحدید فیه بأس شدید. خب برای اینکه مردم بتونن با راهنمایی و رهبری انبیا جلوی طاغوت وایسن، طاغوت که دنبال خودخواهی خودشه، نیاز به سلاح دارن. این تفسیر امام خمینی رحمت الله علیه، آقا هم اشاره کردن. آره که ما ابزار دفاع از حق و مبارزه با طاغوت هم براشون فرستادیم. فیه بأس شدید و منافع للناس. خب حالا پیغمبر تو زمان خودشون چه سلاحی رو داشت تا جبهه طاغوت رو به عجز بیاره؟ سلاح بیان، زیبا تبیین کردن حق. اینقدر این قرآن زیبا حقیقت رو داره بیان میکنه که خود ابولهب، داستانش رو آقا تو طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن بیان میکنن که خود ابولهب که دشمن درجه 1 پیغمبره، شبا میاد در خونه پیغمبر کلمات قرآن رو میشنوه، گریه میکنه. اینقدر قرآن رو زیبا بیان میکرد و زیبا جهاد تبیین. کلمه جهاد رو که میگم چون آن بیانی که در برابر جبهه طاغوته، اون مبارزه است. جهاد اینجاست. یعنی شما یه جوری حقیقت رو تبیین بکنی که طاغوت رو سر جای خودش بشونی، این میشه مبارزه. اینقدر زیبا پیغمبر حق رو تبیین میکرد که همون طاغوتی که داشت دردش میگیره و با پیغمبر مبارزه میکرد، یه جاهایی از دستش در میرفت. داره ابوجهل یه جا اومد پیغمبر رو بغل کرد، گفت دوستت دارم ولی چیکار بکنم؟ تو همه منافع ما رو گرفتی. هر کاری ما کردیم به قول معروف، هر نخی ما ریسیدیم شما پنبه کردیم. خدمتتون عرضم که این هم میشه معجزه پیغمبر. طاغوت داشت با اشعار و حتی مسائل مستهجن جوانان رو به سمت خودش میکشوند. حالا پیغمبر همان کلمات رو آوردن تو تبیین حق، جوانان رو از فضای شهوترانی هم نجات دادن و نکات دیگه. این میشه معجزه پیغمبر اکرم. تا اینجا بسته انبیا تمام شد. درست شد؟ درست. من در خدمتتون هستم. عرضم به حضور شما که من یه سوالی قبل از اینکه بریم و قرآن بخونیم و برگردیم پیش اومد تو ذهنم که فرمودین اینکه ما الان عصر پیامبر نیستیم، امامان هم در واقع امام زمانمون غائب هستند و معجزات رو هم تا به حال اون چیزی که تعریف شده از پیامبران و ائمه شنیدیم.
الان معجزه اگه بخواد اتفاق بیفته چجوری؟ بله، سوال خیلی خوبیه، چون من ادامه همون روایت ابن سکیت رو باعث شدین که بیان بکنم. بفرمایید. ابن سکیت بعد از اینکه معجزه پیغمبر رو و چگونه رویارویی با جبهه باطل رو بیان کردن امام هادی، ابن سکیت سوالی کرد: فمل حجت الان باید چیکار کرد؟ ببین، کلمات امام هادی و امام حسن عسکری در واقع زمینه سازی دوران غیبته و آمادگی مردم در دوران غیبته. ابن سکیت میگه الان چگونه با دشمن باید مبارزه کرد، با چه ابزاری دشمن رو به عجز بیاریم. یا با یه بیان دیگه، امروز دشمن با چه ابزاری داره مردم رو به سمت خودش جذب میکنه که ما حقیقتش رو بیاریم، دست باطل رو میشه دیگه. دقیقاً. امام هادی علیه السلام فرمودن العقل. فمل حجت الان؟ فقال علیه السلام العقل یعرف به الصادق علی الله فیصدقه والکاذب علی الله فیکذبه. فقال ابن سکیت هذا والله هو الجواب. امام هادی علیه السلام فرمودن تا جایی که میتونید عقل رو تو عالم پرورش بدید. اگر مردم عقلشون زیاد بشه، دروغگویی که در قالب انسان راستگو خودش رو جا زده و داره مردم رو فریب میده، دستش رو میشه. و اون صادقی که به خاطر تبلیغات و شانتاژهای تبلیغاتی دشمن الان غریب افتاده، مردم اصلا به حرفش اعتنا نمی‌کنن، آروم آروم درجه عظمت حرفش روشن میشه. مردم باید عقل پیدا بکنن. تو روایت داره امام زمان علیه السلام تشریف میارن، بعضی تصور میکنن از اون اول حضرت یه دونه شمشیر دستشون میگن همه رو از دم تیغ میزنن. نه، اولین قدمش اینه، این دستشون رو، این اشاره است، نماد، بیانه، میان سر همه مردم رو پر از عقل میکنن. سر منظورم وجوده. بله. وجود همه مردم، قلب همه مردم پر از عقل میکنن. نیروی عقل مردم زیاد میشه. بعد خود مردم عاشقانه میان سراغ حضرت. عشق به حضرت بیچاره میکن. من نمیدونم چرا الان دوره یاد یه سکانسی از این سریال حضرت یوسف افتادم. اشکال نداره. این زلیخا عاشق شد و بعدم بگیم که عقل همین عشق است. عاشق یعنی کسی که همه قوای خودش رو همه قوای خودش رو جمع میکنه، منعطف میکنه برای رسیدن به معشوق. دیگه کار دیگه انجام نمیده. عقلم یه قوه‌ای، همونجا تعریف بکنم، یه قوه‌ای، العقل اقال من الجهل، تا میخواد جهالت تو رو میبره این ور، از اون حق باز میداره. تا میخواد نیروی تو پخش بشه، یه دفعه میاد عقل تو رو مدیریت میکنه، میگه چشمت، گوشت، استعدادت، همه رو برای اون حقیقت خرج بکن. تو رو کاملا مدیریت میکنه، تو رو کاملا اقال میبنده. العقل اقالون، یعنی زانوبند شتر رو میگن اقال. تا میخواد شتر این ور بره میبندنش، حول یه محور حرکت بکنه. محور توحیده. عقل ما رو حول محور توحید حرکت میده. همه وجود تو هم اینجوری مدیریت میکنه. درست شد؟ ببین زلیخا کاملا یک دل شد برای یوسف. همه سرزنشش کردن، گفتن قد شغفها حبا. ببین کارش به جای رسید که قلبش برای یوسف پاره شد. زلیخا نرفت باشون جنگ بکنه، نرفت خرخره‌شون رو بگیره بگی چرا تو به من این حرف رو زدی. گفت باشه من قبول دارم، واقعا همین جوره، من قلبم پاره شد برای معشوقم، هیچ نیتی غیر از معشوقم ندارم، اما کاری میکنم تو هم اینجوری بشی. فلما سمعت بمکرهن ارسلت الیهن. برای مجلس امام حسین چیکار میکنیم؟ میریم بنر میزنیم. برای مادرمون فاطمه زهرا چیکار میکنیم؟ میریم دعوتنامه مینویسیم. بیاید روزه گرفتیم. روزه یعنی چی؟ یعنی یه جلسه‌ای که هر کسی شرکت بکنه، من به مادرم میگم بیاد تو ببینی عاشقش میشی، تا همون طعم خوشو بچشی. منو سرزنشم نکن که من عاشق مادرمم، عاشق فرزندش ابا عبدالله الحسینم، صبح جمعه دعای ندبه میگیرم، دیوانه مهدی فاطمه هستم. میگم تو هم بیایی، تو هم بچشی این عشق رو. هل الیک یا ابن احمد سبیل فتلقا، راهی هست بهت برسم آقا جان من. بعد براشون دعوتنامه فرستم. بعد یه چی کار کرد؟ اعتدت لهن متکئا، جاشون رو خوب کرد، چون گفت اینا جاشون بد باشه توجه به یوسف من نمیکنن، میخوام همه یک دل بشن برای یوسف من.
اذیت نشن برای جاشون. لذا برای مجلس امام حسین میرسن به مجلس، یه آشپز میارن آشپزی بکنه، میگه تو نگران شام شبت نباش، من خودم شام به تو میدم. یه دل بشو برای یوسف. بعد براشون چی؟ و آتت کل واحدة منهن سکینا، دست هر کدومشون یه چاقو داد تا اونا بفهمن که عاشق شدن. چون اگه چاقو نمیداد نمیفهمیدن، حس نمیکردن. و قالت اخرج علیهن، حالا بیا. این میشه روضه امام حسین، این میشه روضه مادرمون فاطمه زهرا. مادر جان بیا، مهدی جان بیا تو مجلس ما. خب فلما رأینه اکبرنه و قطعن ایدیهن، همونا که سرزنش میکردن تا یوسف رو تو مجلس دیدن، یوسف براشون بزرگ شد، همه دستاشون رو بریدن، خون جاری شد. یعنی از محبوبهای مادی دم دستی گذشتن، اصلا نفهمیدن، یه دل شدن برای یوسف، حاضر شدن براش چیزی غیر از اون نمیدیدن. آره، حاضر شدن همه تعلقاتشون، این دست نشانه تعلقه، تعلقاتشون رو بکنن، ببرن، هر چی هست فدا یوسف. اصلا نه ارادی، نه ارادی، غیر ارادی. یعنی اصلا انقدر هوش و حواس دیگه اراده تو اون آمدن مجلسه. میتونستن دعوت زلیخا رد بکنن، اما حالا که با پای خودشون دیگه اراده ای نیست. حالا که با پای خودشون آمدی تو مجلس عاشقی به نام زلیخا، تو هم عاشق میشی دیگه، رفتی تو حسینی شدی، تو فاطمی شدی، اومدی تو مجلس و تو جبهه فاطمیون. بعد چه اتفاقی پیش میاد؟ اینا گفتن که ما هم دیگه عاشق یوسف شدیم. هی شروع کردن برای یوسف نامه فرستادن، یوسف ما هم دیوانه تو شدیم، ما هم تو رو میخوایم. اینه که یه دفعه عشق عالمگیر میکنه. این همون پرورش عقله، این همون پرورش عقله. یعنی هر چیزی که باعث بشه نیروهای انسان یک جهت بشه، یک دل بشه، انسان عاقل میشه. یعنی حول یک محور. ببین اگر اون یه محور نباشه، ما حول محورهای گوناگون بچرخیم، عمر و زندگی و استعدادامون تلف میشه. ارباب متفرقون ام الله، حول یک محور بچرخ، هیچ سراغ ارباب دیگر نرو. این عشقه. خب اصلا امام اومده برای همین که همه حول یک محور، امام تو رو یک دل بکنه، عقل تو رو رشد بده. حالا تو اگر تو دوران غیبت بتونی یه جوری این فضا رو ایجاد بکنی تا عقل مردم رشد بکنه. این چی؟ یعنی مردم حول یک محور حرکت بکنن، استعدادهاشون رو حول یک حقیقت جهت بدن. این باعث میشه که آروم آروم زمینه ظهور که اون عقل نهایی فراهم بشه. متوجه شدین؟ به این طوفان الاقصی یه جورای جبهه مقاومت رو یک دله کرد. متوجه شدین؟ من میگم یکی از اسباب همین رشد عقل که الان همه عالم دارن میگن چی؟ همینه. میگم ما دنبال همین جریان هستیم. این میشه یک نوع چی؟ پرورش عقل. خب انگار فرصت ما تموم شد. من هدف دوم فقط یه اشاره بکنم. هدف دوم انبیا همون ایجاد قسط است توسط خود مردم. بعد از اینکه معجزه رو ایجاد کردن، با طاغوت مبارزه کردن، مردم خودشون میان دولت الهی رو تشکیل میدن. حالا ان شاءالله جلسات آینده. توکل به خدا. دست شما در نکنه. خیلی استفاده کردیم، مثل همیشه لذت بردیم. عواملی نداریم. خواهش میکنم. سلام. مخلص شما هستید. خیلی ممنونم که تا پایان برنامه خودتون تماشا کردین. 162 شماره عتومی سازمان اعلام نظر بکنید. سامانه پیامکیمون هم که به راه هستش. التماس دعا. یا حق. خداحافظ.